بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. متى اسم مؤنث مثل عدي مثل ناوي مثل خواخي وامثالهم. هر آن اسم که صدای ای بتا ای یا از برکی والا یا باشه او صدا اسم مؤنث است مثلی یا ای زورکی جمعوایی اینا جلی دختر مؤنث است دودی نان نامی مؤنث است اینا سوکی چوکی نام مؤنث است یا اینمیا که نام نسبتی نباشه در اسم آخر اسم بیاید اسم مؤنث است مثلی ببین خادی یا صدای ای میتا صدای ای مثلی خادی خوشی را میگم یا دشمنی را میگم دشمنی یا دوستی و امثالهم. هر آن اسم که این واو کدام واو است ببین دو واو یو او اینجا آمد یک واو ماند این صدای او میتا. اگر آخری اسم آمد اسم من مؤنث است مثلی پختو ورشو زنگو بیزو این نامهای مؤنث است. ببین اینهایی که در آخری صدای آ میتا بیاید این اسم هم مؤنث است مثل لخته غرمه پنه ملمه ساده اینا نامهای مؤنث است نامی مؤنث. و در آخری اسم که الف داره و اسم صدای آ که میتن و اسم هم مؤنث است اسم مؤنث است مثلی ببین مثلی امریکا مثلی آسیا اسم مؤنث است. خو یک کس میگن امریکا چه رقم اسم مؤنث است والگا چه رقم اسم مؤنث است آسیا چه رقم اسم مؤنث است. یک کس است ما هیچ قبول ندارم بیادر تو چی میگی خنده میکنه سرتان. خوارکیم تو چی میگی تو این گپ از کجا یاد گرفتی تو سری مارش خم میذاری در خانه ها برتان میگن چه رقم قناعت میدین چه قسم قانع میسازین چه دلایل علمی دارین. من پیش گفتم علم ثبوت داره. وقتی که این میارا را به میان میارن زیر چتر یک قاعده قانون دارن از 3 طریقه شما میتونین ایرا دلایل بگوین قناعت بتین. کدام 3 دلایل میاییم ببین اول خوب متوجه شوید اینجا من با ثبوت میرسانیم اینجا میارم خوب دقیق من میگم این ساده برش بگوین دغه حلق دای دغه جلی ده این رقم برش دختر است مؤنث است یعنی بچه است مذکر است یعنی پس او برایتان میگه بله است درست. آل سعی کن من فعل غیر مستقیم اینجا دارم دای ده برای مذکر دای برای مؤنث ده آمد درست. آل سعی کنید اینا دای ده برای مذکر شد ای برای مؤنث شد. خب اینا من اینجا همین مثال میارم اینا دغه امریکا ده آمد یعنی دغه افغانستان دای این افغانستان هست این امریکا است. افغانستان در آخرش اسمی این حرفی کانسوننت پس ای اسم مذکر. امریکا این حرف الف این اسم مؤنث. چرا ببین دا گرفت ببین دای گرفت از این طریق. یک دوم جمع کنید هرگاه که الف آمد او را جمع کنید که در قاعده جمع میخوانیم باز مفصلا تشریح میشه پس از این در جلسه بعدی بخیر تشریح میشود. جمع کردن سوم طریقه این حروف است
که این حروف در آخرش آمد او مذکر، اگر این حروف در آخرش آمد این مؤنث است. خب بیایم با اقسام اسم مؤنث. اسم مؤنث کی هستند؟ اینه اسم مؤنث اینجاست. خزینانم، این خزینانم باز به چند نوع است؟ این خو اول نشانه ها شد. این نشانه اگر آمد این مؤنث، اگر این نشانه ها آمد این مذکر. باید داشته باشید چه رقم یاد میگیریم. این رقم مکانیک یاد نگیریم. چه رقم یاد میگیریم؟ این رقم دو تا واو، هی کانسوننت آخر اسم آمد این مذکر. سه تا یا، واو هی الف این مؤنث. واو کی صدای او میتا، هی کی صدای آ میتا، الف این مؤنث و این چی است؟ مذکر. بسیار با آسانی میتونیم که این مذکر اسم است و این هم مؤنث اسم است. بسیار با آسانی میتونیم که تفکیک کنیم. تا درس بعدی، تا جلسه بعدی که اقسام مؤنث و جمع را میخوانیم. بلوی لا یزال خدای مسپارم. خبر است.